خب سلام بچه ها، اومدم بهتون خونه نشون بدم. این خونه رو بهتون نشون میدم. میخوایم با هم بسازیم در این ماینکرافت. میدونم ماینکرافت اصلی نیست. من اول از همه میرم توی یه جای خلوت توی ماینکرافتم. میام مثلا اینجا، این پایین اینجا یه بلوک برمیداریم این شکل نارنجی. این خونه کوچولوه، ببینید 1 2 3 بهتون توضیح بدم. خب اینا رو برای از این بلوک 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 یه بلوک به اضافه میکنیم، میشه 6 تا 1 2 3 4 5 بعدش اضافه میکنیم دوباره اینجا رو میکنیم، اینجا رو میگیریم. این بلوک سفید رو برش میداریم، این صورت میذاریم روی این بلوک ها. این صورت بعدش هم همچین بلوکی رو میذاریم قهوه‌ای یه جوری. خب ببینید این از این میام اینجا توی این قسمت این بلوک قهوه‌ای رو انتخاب کنیم، اینجوری میذاریم. اسمش مینی خونه ویلایه، خیلی کاربردی نداره ولی خب خالیه. میریم از اینا برای سقفش بشه تا اینجا میاریم، اینجوری به این صورت جوری. هم ببینید این صورت اینجوری داریم که استفاده میکنیم. بهتره که این باشه. حالا باید چراغ میذاریم این طرف، این طرف هم میذاریم. اینجا 2 تا تخت، ببینید تابلو بعد میذاریم. تابلوی هم که میذاریم این همه بهتون شون میدم. بهش از این مدل تابلو بخشید کجاست، 2 تا کتاب خونه میذاریم. بالای کتاب خونه‌مون 2 تا از اینا، توی یکیش شمشیر، توی یکیش تبر مید. دیگه این از خونه‌مون. بریم سراغ کاشی‌هاشو ببینید اینجوری باید بزنیم. کاشی‌هاشو حالا بعد اینکه خواست من قرمز میذارم. بعدش میایم سراغ یک پنجره رو دقیقا اینجا میذاره، این بالا. میایم اینجا بسته شده این صورت اینجاها رو میکنیم تا بگم کار باحالمون چیه. این چی شد؟ خب اینجوری میکنیم اینجا رو.
زوره. سیبیل اینجا رو درست کنم. خوب رایم از این آبت رو برد.